فیلم با یه دزد به اسم ماریان شروع میشه که میخواد یه اسب رو بدزده. اما وقتی لرد رابین از لاکسی که یه اشراف‌زاده و استاد تیرکمون انگلیسیه مچ اونو میگیره، نقشه‌اش نتیجه نمیده. همونطور که با هم حرف میزنن، رابین تحت تاثیر جذابیت ماریان قرار میگیره و اونم یه جورایی جذب رابین میشه. اونا خیلی زود شروع به زندگی مشترک میکنن و از کنار هم بودن لذت میبرن. اما خوشحالی اونا زمانی که رابین از کلیسای پیام دریافت میکنه که مجبور به جنگ بر علیه سربازای مور بره به پایان میرسه. علیرغم مهارتش توی تیراندازی، اون به ماریان اطمینان میده که سالم برمیگرده. در طول جنگ اون با یه سرباز عرب به اسم یحیی روبرو میشه، اما به موقع توسط یکی از همرزماش نجات پیدا میکنه. بعد از جنگ موافق رابین یعنی گیسبورن مرتکب یک جنایت علیه مردم خودش میشه که باعث یک کشمکش شدید میشه. وقتی اونا پسر یحیی رو تهدید میکنن، اون دخالت میکنه و ازشون میخواد که به پسرش رحم کنن. برخلاف تلاش‌های رابین در برابر فرمانده گیسبورن ظالم، فرمانده درخواست رحم یحیی رو نادیده میگیره و میخواد پسر رو بکشه. رابین که نمیتونه بیکار بمونه، دخالت میکنه و باعث یه درگیری میشه. اما برخلاف همه تلاش‌هاش، فرمانده گیسبورن جلوی چشمای رابین به زندگی پسر پایان میده. وقتی رابین دوباره میخواد باهاش درگیر بشه، بهش تیر میزنن و اونو زمینگیر میکنن. وقتی بعد از 4 سال به خونه برمیگرده، میبینه که خونش کاملا از بین رفته و کاملا با زمانی که اونجا رو ترک کرده متفاوته. برای اینکه بفهمه چه اتفاقی افتاده، به دیدن یکی از دوستای قدیمیش یعنی فریار تاک میره و اون بهش میگه که شایعه شده بود که رابین مرده. کلانتر هم با سوء استفاده از خبر مردنش تمام اموال اونو مصادره کرده و حتی ماریان رو از خونش انداخته بیرون. بعد فریار تاک رابین رو به سمت ماریان راهنمایی میکنه که حالا نزدیک یه معدن زغال سنگ خارج از شهر زندگی میکنه. وقتی ماریان رو پیدا میکنه و بهش نزدیک میشه، متوجه میشه که اون با یه مرد دیگه به اسم ویله و جلوی چشمای اون همو بوس میکنن. رابین وقتی اینو میبینه متوجه میشه که ماریان فکر کرده اون مرده و به زندگیش ادامه داده و دوباره ازدواج کرده. رابین به حرکت بعدی خودش فکر میکنه و مطمئن نیست که بهش نزدیک بشه یا اینکه اصلاً چیکار کنه. وقتی تصمیم میگیره بره جلو، یحیی یهو جلوی اونو میگیره و بهش میگه اسمش رو به جان تغییر داده. درست همین موقع توی شهری گرد همایی برگزار میشه و کلانتر که حالا رهبر شهره در مورد گرفتن مالیات بیشتر برای جبران خسارت‌های جنگ صحبت میکنه. ماریان و همسرش نگرانی خودشون رو در مورد بار سنگین مالیات میگن، اما مخالفتشون توسط کلانتر رد میشه. بین زمزمه‌های جمعیت تاک افشا میکنه که رابین هود زنده است. ماریان از این حرف غافلگیر میشه و یه طوفان از احساسات توی دلش به وجود میاد و از زنده بودن رابین خیلی خوشحال میشه و در این حال از درد جدایی اون احساس خفگی میکنه. قلبش هنوز عاشق رابینه و این موضوع توی نگاهش مشخصه. بعد رابین به جان اعتماد میکنه و با توجه به تجربه‌های گذشته‌اش تصمیم میگیره تا حقیقت پشت پرده گرفتن مالیات رو کشف کنه و به مردم بگه. جان که حالا یه متعهد قابل اعتماد برای رابینه، با تصمیم رابین موافقه و پیشنهاد میکنه که مخفیانه راجع به سیستم مالیاتی تحقیق کنن. با این حال وقتی ماریان دنبال رابین میگرده تا دوباره اونو ببینه، جان دخالت میکنه و جلوی رابین رو میگیره و نگران لو رفتن نقشه هاشونه. اون رابین رو متقاعد میکنه که مأموریت خودشونو به خواسته های شخصیشون اولویت بده و فعلا فقط به کمک به مظلوما فکر کنه. تحت تعلیم جان، رابین مهارت‌های تیراندازیش رو تقویت میکنه. اول خیلی آروم پیش میره، اما بعد خیلی سریع به تیر و کمانش مسلط میشه. از طریق آموزش دقیق و با ارادهش خودش رو برای اتفاقایی که پیش رو داره آماده میکنه و فقط روی هدفش که مبارزه برای عدالت و آزادی تمرکز میکنه. اون با یه نقشه فوق‌العاده توی ذهنش یه راه برای آزاد کردن خزانه دولتی طراحی میکنه و قصد داره اون ثروت رو بین نیازمندا پخش کنه. بعد با جسارت به یه مکان که به شدت محافظت میشه و خزانه هم اونجا قرار داره میره و با مهارت‌های فوق‌العاده‌اش توی استفاده از تیر و کمان به سرعت همه نگهبانه که توی مسیرش بودن رو از سر راه برمی‌داره. اون با دقت و یواشکی هر مانعی که سر راهش رو برمی‌داره و راه خودش رو به قلب خزانه باز میکنه. بعد از رسیدن به جایی که پرداخت‌های مالیاتی رو نگه می‌دارن، همه مالیات‌ها رو جمع می‌کنه و بعد با هدف جلب رضایت کلانتر و مردم محلی بیشترین بخشش رو به عنوان مالیات به کلانتر میده. سخاوت غیرمنتظره اون باعث جلب توجه همه میشه و وقتی کلانتر ثروت اون رو می‌بینه، تحت تاثیر جسارت یک قانون شکن قرار می‌گیره. نقشه حساب شده رابین نتیجه میده و سطح جدیدی از احترام رو از طرف همون قدرتی که باهاش مخالفه براش به وجود میاره.
وقتی میخواد از اونجا بره، ماریان اونو پیدا میکنه و به دنبال برگشتن به رابطه پر از عشق و فراز و نشیب گذشته‌شونه. اما رابین با یه رفتار قاطعانه تموم شدن رابطه‌شون رو بهش اعلام میکنه و این نشونه یه تعهد خیلی محکم اون نسبت به هدف اصلیشه. قبل از اینکه بیشتر باهاش حرف بزنه، جان اونو صدا میکنه و باعث میشه رابین خیلی سریع از اونجا بره و در مورد بقیه مأموریتشون فکر کنن. بعد از اینکه از اونجا میره، دوباره یه مقدار زیادی از مالیات‌ها رو میدزده و بعد یک کیسه از پول دزدیده شده رو بیرون خونه ماریان میذاره. برخلاف از بین رفتن رابطه‌شون، با این حال رابین هنوز به فکر زندگی بدون دغدغه و مشکل ماریان وسط هرج و مرج مبارزه همیشگیش برای عدالته. همین موقع تاک که حالا به عنوان یه خبرچین برای کلانتر کار میکنه، با خبرهای نگران کننده درباره سرقت دوباره از خزانه پیش اون میره. کلانتر که نگران نقص امنیتی خزانه است، بهش دستور میده که نگهبانای اطراف خزانه رو بیشتر کنه تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنن. توی یه قرار مخفیانه با ماریان، اون بهش اعتماد میکنه و در مورد دزدیای اخیر از خزانه بهش میگه. اما جواب ماریان اونو شوکه میکنه و به جای محکوم کردن دوست، با هدف اون ابراز همبستگی میکنه و از برگردوندن دوباره ثروت به فقرا حمایت میکنه. بدون اینکه متوجه بشن، رابین حرفاشون رو گوش میده و متوجه حمایت قلبی ماریان از مأموریت اونا میشه. رابین وقتی حمایت ماریا رو میبینه، دوباره انگیزه میگیره و ازش برای حمله دوباره به خزانه استفاده میکنه و از تدابیر امنیتی شدید کلانتر به راحتی رد میشه. با دقت و ظرافت یه بار دیگه خزانه رو خالی میکنه و این بار قصد داره تا سریع ثروت رو به فقرا برگردونه. وقتی اخبار کارای خوب اون پخش میشه، حالا تحسین گسترده مردم رو با خودش داره که اونو به عنوان قهرمان و محافظ خودشون میدونن. اون با استفاده از حمایت مردمی که به دست آورده، برای مبارزه بیشتر با ظلم و ستم به خودش لقب هود میده. مهارت‌های استثنایی اون توی تیراندازی و فرارهای جسورانه‌اش موقعیت افسانه‌ای اونو بیشتر تثبیت میکنه. وقتی هر بار رابین به راحتی از پس نیروهای کلانتر برمیاد، حالا بیشتر از هر موقع احتمال لو رفتن رابین وجود داره. بین افراد تاثیرگذار توی اداره دولت تنش به وجود میاد و توی گردهمایی سران کشور اسم رابین رو مطرح میکنن و پیشنهاد میکنن که برای دستگیریش جایزه بذارن. همین موقع توی پشت صحنه کلانتر و تاک بیشتر تحت فشار مقامات بالاتر قرار میگیرن، به خصوص از طرف کاردینال که ازشون برای رسیدگی ضعیف به موضوع رابین هود ناراضیه و میدونی که داره توازن قدرت رو از بین میبره و مشخص میشه که حتی قدرت زیاد کلانتر هم خیلی اونو در برابر سرنگونی حفظ نمیکنه. از اونجایی که حالا قدرت کلانتر در خطره، اون با گیزبورن که فرد مورد اعتمادشه مشورت میکنه و حرکت بعدیشون رو بررسی میکنن. کلانتر برای مخفی کردن نقشه هاشون یه مهمونی ترتیب میده که کاردینال هم وارد اون مهمونی میشه. حتی رابین، جان و ماریان هم بین همه افراد سیاسی حضور دارن. همین موقع تاک یواشکی چند تا کلید رو از نگهبانا کش میره و اونها رو به ماریان میده. رابین با استفاده از فرصتی که به دست میاره سعی میکنه موقعیت خودش رو تغییر بده و با تظاهر کردن تاک رو به عنوان یه تهدید برای کلانتر و کاردینال معرفی میکنه. با حیله‌گری اونا رو متقاعد میکنه که از اونجایی که تاک از کلیساست، پس قطعاً یکی از عوامل مخفی دشمن بین اوناست و باید حذف بشه. چند لحظه بعد کلانتر از موقعیت استفاده میکنه و توی شهر یه هرج و مرج به راه میندازه. گیزبورن و افرادش رو برای غارت و وحشت مردم به شهر میفرسته. رابین وارد عمل میشه و گیزبورن رو تعقیب میکنه تا جلوی خشونت بیشتر رو بگیره و از افراد بیگناه محافظت کنه. وسط تعقیب و گریز، هویت رابین به عنوان هود برای ماریان فاش میشه و پنهانکاری اون برای اعمال قهرمانانش رو از بین میبره. برخلاف تلاش‌های رابین، اون موفق نمیشه که جلوی خشونت رو بگیره و جان اسیر دشمن میشه. وسط درگیری یه نور امید به وجود میاد و ویل جمعی از مردم مخالف رو جمع میکنه و ازشون میخواد که علیه ظلم کلانتر شورش کنن. رابین از اون لحظه حساس استفاده میکنه و میاد جلو و نقابش رو میزنه کنار تا خودش رو به عنوان هود معرفی کنه. شهروندا رو دوره هم جمع میکنه تا با اتحاد هم شهر رو از ظلم پس بگیرن. با هدایت استراتژیک تاک، برنامه یک کودتای جسورانه رو هماهنگ میکنن که قرار کاروان پر از ثروت غیرقانونی کلانتر رو مورد هدف قرار بدن. بین هرج و مرج، رابین و مردم شهر نقشه خودشون رو به دقت اجرا میکنن و روی از بین بردن کاروان کلانتر تمرکز میکنن. وقتی کاروان داخل تله‌ای که گذاشته بودن میفته، تمام پولای داخلش رو میدزدن تا بین مردم پخش کنن. درست همین موقع جان از دست سربازا آزاد میشه و به مبارزه ملحق میشه و قدرت وحشتناک خودش رو در برابر دشمن نشون میده. نبرد خیلی شدیدی بین افراد کلانتر و مردم ستمدیده شهر صورت میگیره و رابین خودش رو در برابر یه مبارزه تن به تن با رقیب قدیمیش گیزبورن میبینه.
اما وقتی فرصت پیدا میکنه که اونو بکشه وجدانش اجازه نمیده و از جونش میگذره تا شاهد موفقیتش در برابر ظلم باشه. توی یه لحظه احساسی بین اون همه درگیری، عشق رابین و ماریان دوباره شعله‌ور میشه که همدیگر رو بغل میکنن و میبوسن و همین لحظه ویل اونا رو میبینه و حسادت میکنه و بعد با یه انفجار از پا در میاد. وقتی ماریان میاد سراغش، اون با خشم و تلخی اونو به رابین میسپاره و شکستن غرورش باعث میشه روحش تاریک بشه. وقتی خشونت توی شهر به اوج خودش میرسه، رابین متوجه میشه که باید یه اقدام جدی بکنه تا جلوی خونریزی بیشتر رو بگیره. اون با عزم قوی وارد میدون میشه و با شجاعت هویت خودش رو برای مردمی که محاصره شدن آشکار میکنه و ازشون میخواد که سلاحاشون رو زمین بذارن و مسیر صلح و آشتی رو انتخاب کنن. اما بعد افراد کلیسای جامع اونو اسیر میکنن و بعد با کلانتر که حسابی عصبانی روبرو میشه. با این حال قبل از اینکه کلانتر بتونه رابین رو مجازات کنه، جان از بین سربازا خودش رو نشون میده تا با رابین جلوی کلانتر رو بگیرن. اونا سریع یه طناب میبندن و به گردن کلانتر میندازن و اونو برای جنایتاش علیه مردم اعدام میکنن. وقتی دوباره نظم برقرار میشه، کاردینال از نفوذ گستردش استفاده میکنه و به ویل پیشنهاد میده در ازای وفاداریش به کلیسا کلانتر شهر بشه. ویل با احساسی جدید این موقعیت را قبول میکنه و رابین و همدستاش رو مجرم معرفی میکنه. رابین از تهدیدی که میشه دل سرد نمیشه و برای به چالش کشیدن ویل به طور نمادین یه تیر به سمت پوستر پرتاب میکنه و اونو سوراخ میکنه.